داشتیم میکنیم تو این جاده که این آقا اینجوری ایستاده معترض، سن و سالشون بالا، نگران که یه اتفاقی افتاده. ببین چی کار کردید؟ آقا تشک ماشین گرفت. خواهش میکنم. بله اصلا خیلی به شدت آزادراه ریخته بود به هم. بله آزار اذیت شد. بله. مثلا خانم یه لحظه نگاه این چی خبره؟ ما نامحسوسی نظر داشته باش که همکارا اعلام کردیم سریع متوقفش کردن دیگه. 180 کیلومتر سرعت غیر مجاز برای شما ثبت شد، جایی که سرعت مجاز مسیر 100 کیلومتره. ببینید چجوری داشتید رانندگی می‌کردید. به ایست پلیس توجه نمی‌کنید. تخلف آقای عزیز. پلیس وقتی به شما دستور ایست میده شما ملزم هستی بیستی بدون درنگ در این محل مطمئن توقف و تا رسیدگی پلیس باید حضور داشته باشید. بعد شما بدون توجه فرار میکنید. خودرو پلاک داره، مشخصات داره. ما تونستیم اینجا متوقفتون کردیم، ولی اگر اینجا هم نشه به دلیل شرایط مطمئن باشید مالک احضار خواهد شد. از طریق مراجع قضایی پیگیری میکنیم. کسی که امنیت این جاده ها رو به هم میریزه، کسی که با جون بقیه بازی میکنه. جانم آقا در خدمتتونم. سلام، متشکرم. چون خیلی بد رانندگی میکردن، ممنون که نگرشون داشتید. تحویل بگیریم.